دولت افغانستان قدم‌هایی را برای ادغام مجدد تمام مخالفین برداشته است تا تمام افغان‌ها نقش خویش را در اعمار مجدد کشور بازی نمایند. رئیس جمهور کشور حامد کرزی مصالحه و استقرار مجدد را اعلان نمود تا در کشور صلح تامین شود. ورور عزیز طالبجان چې دا د خاوره ده راځه ځکه زه ملامتم هر څه به ځان درته پړ کړم ځکه ته ملامت یې پړ کوم چې ده خو د ورانۍ سره. جامعه جهانی در کنار دولت افغانستان بوده و مردم افغانستان را تشویق می نمایند تا در پروسه صلح مشارکت نمایند. دولت به طور مستمر بالای پروسه صلح و استقرار مجدد کار می نماید. بناهن از دولتتان حمایت نمایید. خوشبختی از صلح به میان می آید. صلح خوشبختی است.